خب دوستا، اولین چیزی که قرار است که امشب ما شما بخونیم در دوره فرانت اند، چیزی را که شب هم بحثش داشتیم بالایش، قرار است که اولین دوره فرانت اند ما باشه. در اولین بخش ما باید اول امر با HTML و CSS آشنایی داشته باشیم که HTML چه چیزی است و CSS چه چیزی است. بعدا باز میریم انشالله در بالای از اینکه بوتسترپ و جاوا اسکریپت چه چیزایی هستن، بالای از اونها کلا جداگانه بحث را خواهیم داشت. اما به خاطر از اینکه ما شما بتونیم که فعلا تمام درس‌های ما در همین یک ماه که قرار است که ما شما درس رو بخوانیم کلا بالای HTML CSS قرار است بچرخه. به این منظور ما شما باید اولین چیز را که هست که ما شما باید بالای HTML و CSS تمرکز کنیم و خوبتر بفهمیم که چی است. پس اولین چیزی که ما براتون میگم، اصلا وبسایت چی است. وبسایت ما براتون اگر بگم که مجموعه از صفحات اینترنتی است، خلاصه و خیلی خلاص و کوتاه براتون بگویم. و یا اینکه مرورگر چی است. مرورگر برنامه است که تمام صفحات وب را چیکار میکنه، میخونه و برای ما نشان، بر بیننده نشان میده که قرار است در پشت از اینکه تگ ها را ما تگ های را کار میکنن در پیشروی از چی قرار است که بیننده ببینه. پس این توسط مرورگر هاست که میتونیم که ما امو کارهایی را که توسط تگ انجام میدیم توسط مرورگرها ببینیم. ما انواع اقسام مختلف مرورگرها رو داریم، مثل کروم است، فایرفاکس است، اپرا است، همچنان ایج است و یا که انواع اقسام مختلف دیگر از براوزرهایی هستن که ما میتونیم از استفاده کنیم. خب حالا میریم بالای HTML. پس HTML چی است؟ HTML یک زبان ساختاری صفحات وب است که متوسط از اون میتونیم وبسایت ما را اسکلت بندی کنیم. پس مخفف چی است؟ HTML از Hypertext Markup Language گرفته شده که این توسط از این ما میتونیم که صفحات وب ما را چیکار کنیم، اسکلت بندی کنیم. خب وقتی که HTML تعریف شد، پس حال بیایم بالای CSS بحث کنیم. CSS چی است؟ CSS به خاطر از اینکه ما بتونیم صفحات ما رو وقتی که اسکلت بندی کردیم بتونیم که صفحات ما رو زیبا و مقبول و قشنگ بسازیم، به این منظور ازش استفاده میکنیم. پس به همین خاطر ما میتونیم بیایم برش بگیم که CSS از کیس کدینگ استایل شیت گرفته شده و به خاطر زیبا سازی صفحات ما به کار گرفته میشه. توسط آن ما میتونیم که رنگ های فونت ها و فاصله و که چی در کجا قرار بگیره رو ما میتونیم توسط از این انجام بدیم. خب این از تعریف بخش HTML و CSS ما بوده که ما اولین گزینه به خاطر از اینکه شما بفهمید که HTML و CSS چی هست، که شما مفهومش بفهمید که ما قرار است چه چیزایی رو بخونیم، به این منظور براتون تعریف کردم. خب یک چیز براتون یاد بدم، نشان بدم که ما اینجا ورچوال CD کد رو دارم که تمامتون شاید ببینین. این ورچوال CD کد اگر ما بخوایم که توسط ازی کار کنم، شاید بعضیاتون هم در کامپیوترتون فعلا نصب باشه که شما بتون توسط ازی استفاده کنید. اما من به خاطر ازی که قرار باشه تمام دوستای ما اول خوبتر درک کنن که چی چیزی را قرار است که اجرا کنیم، ما توسط ازی اگر بیایم در این بخش کلان فایل نو بسازم و یک فولدر نو بسازم بتونم که توسط کارهای ما پیش برم، ما توسط ازی میتونیم کار انجام بدم. اما ما نمیخوایم که فعلا از ورچوال CD کد استفاده کنیم. به خاطر ازی به این منظور میرم مستقیما بالای براوزر خودم کلیک میکنم. ببینید اینجا مستقیما وقتی که ما یک چیز رو به نام نوتپد پلاس پلاس کار دارم، پس چیکار میکنم؟ میرم مستقیما بالای نوتپد پلاس پلاس. نوتپد پلاس پلاس قرار است که من دانلود کنم. بعضیاتون که ندارن خوب متوجه باشین که نوتپد پلاس پلاس رو میتونم یک گزینه استفاده کننده به خاطر از اینکه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم را داره. پس ما میرم این رو میخوایم که دانلودش کنیم. ببینیم دانلود نوتپد پلاس پلاس آخرین موردش نمیخوایم، آخرین موردش ما میخوایم میره دیگه. خب نوتپد پلاس پلاس ما دانلود شد. فعلا ما میخوایم که باز شوه. فعلا میریم مستقیما این را چیکار میکنیم؟ انستالشنش انجام میدیم. نوتپد پلاس پلاس ما فعلا در کامپیوتر ما چی شد؟ نصب شد. ما دیگه نوتپد پلاس پلاس را دارم. پس ببینید دوستا، ما فعلا یک زبان یک
برنامه دیگر به خاطر ادیت کردن برنامه نویسی من چیکار کردم میره نصب کردم و نمیخوایم که چیزها رو داشته باشم در اینجا تمامشون چیکار میکنم پاکشون میسازم. خب در اینجا وقتی که ما نوتپد پلاس پلاس را داریم ببینید وقتی که ما اگر بیایم توسط صفحات HTML توسط صفحه از اینکه توسط صفحه ورچوال استودیو کد ما اگر بخوایم که کد نویسی کنم اول کار میکنم ما اینجا میخوایم که یک فولدر به وجود بیارم. ببین پس ما میگیریم یک فولدر مثلا به نام چی fr. خب ما تبدیل کنم به نام fr. این تبدیل میسازم. ببینید ما اینو میخوایم که یک چیز داشته باشم به نام fr باشه میگم داشته باشم و همچنان درست از دیگه فولدر من سلکت فولدر اینجا میگه نیو فولدر میسازم بعد چیکار میکنم میرم میسازم میشه میگم باشه ما این فولدر نه ساختم در داخل از این قرار است که ببینید در داخل از این که ما نیو فولدر که ساختم ما میخوایم فایل HTML را داشته باشم. اگر در داخل فایل HTML از این ما بیایم امیر خوب ببینید دوستا اگر ببین ما فایل HTML را اینجا بسازم توسط ورچوال استودیو کد کلا مثلا ما بگم که ما فایل را داشته باشم به نام fr یا .html. این کار را من میتونم انجام بدم. یک انترش کنم بر ما فایل HTML ما در بخش ساخته میشه. فایل HTML ما ساخته میشه وقتی که ما بگیرم همین علامه تعجب بیارم و یک انتر کنم تمام مواردی که مثلا بخش از HTML که صفحه HTML مرا قرار است که ما بسازم توسط از این پیش‌نویس‌هاش بر من چیکار میکنه اینجا اضافه میکنه توسط ورچوال استودیو کد. اما در این بخش اگر ما بیایم همین علامه تعجب را بزنم و انتر کنم بر من هیچ کدام چیز را آماده نمیکنه. پس اینجا شما مجبور مکلف هستین توسط نوتپد پلاس پلاس دانه تمام موارد را که قرار است که شما کار کنین باید تمامش شما اینجا خودتون کار کنید. باید بیاین اینجا باید نوشته کنید که HTML و دوباره این را بسته بسازین. وقتی که کار کرده را انجام دادین پس چیکار میتونن پس میایم باید HTML را چیکار کنن همین قسم تگ HTML را دوباره بسته بسازیم. تگ HTML ما را بسته میسازیم. خب دوستان ما براتون یادآور شم که HTML قرار است در HTML ما تگ های دو نوع تگ داریم. یک تگ های باز و بسته را داریم که تگ های جورایی گفته میشه. یک تگ سینگل تگ ها را داریم. سینگل تگ ها چی هست که اونا قرار است که ما شما در خیلی از کارکردهای را داریم توسط سینگل تگ ها. همچنان تگ‌های جورایی که یک تگ جورایی قسمی که شما می‌بینید یک تگ جورایی داریم که به نام HTML یک تگ جورایی که بسته شده یعنی توسط بکسلش ما میتونیم یکی رو باید بسته بسازیم. پس کارکرد رو ما میتونیم در HTML در تگ‌های HTML داشته باشیم. خب ما میایم HTML رو تعریف میکنم. HTML رو ما گفته بودیم که برنامه اسکلت بندی وبسایت انجام میده. کلا HTML به دو بخش تقسیم میشه. ما HTML رو به دو بخش تقسیم میکنیم. چگونه پس میایم چی کار میکنیم؟ ما برش میگیم که یک بخش داریم به نام head. HTML یک تگ را به نام head داره که head را باید دوباره چیکار کنیم؟ بسته‌اش بسازیم. head رو وقتی که بسته میسازیم پس چیکار میکنیم؟ بسته میسازیم. در بخش head قرار است خوب متوجه باشین دوستان. در بخش head قرار است ما تگ های خیلی کم را لینک های مختلف از فایل های مختلف مثل CSS، jQuery، Bootstrap این فایل ها را کلا توسط تگ های لینک از در بخش هد ما لینک گذاری کنیم و ای که ما بخوایم تایتل بدیم صفحات ما را از طریق ما میتونیم پس چیکار کنیم در بخش هد تمام کارکرد ما را اجرا بسازیم. پس ما میایم در این بخش مثلا تگ تایتل است چیکار میکنیم برش میگیم که تایتل این کار را انجام میدیم و تگ را بسته میسازیم. خب این تگ تایتل را بسته میسازم. تگ تایتل را دوباره چیکار میکنم؟ همین بخش را چیکار برش میگم که تایتل مجرد ما پرس کنم برای ما خودش نوشته میکنه. این تگ تایتل را بسته میسازم. خب ما وقتی که بگیرم اگر همین صفحه HTML را که ما آماده کردیم پس خوب متوجه بشین دوستان ما این طوال جای سیف نکردیم. یک و دیگه ای که ما در داخل از اگر من نوشته کنم fr هیچ کدام مشکلی نداره. ما عنوان صفحه ما چیکار میکنم؟ fr میمونه. پس خوب متوجه بشید یک بخش از HTML شد. بخش دومش چی است؟ بخش بودی است. بخش بودی کدام منظور ما کدام بخش است؟ بخش بودی بخشی است که ما میتونیم تمام موارد تمام تگ ها تمام کد هایی که به خاطر ساخت یک وبسایت کدهای جاوا اسکریپت کدهای جاوا اسکریپت و HTML ما تمامش به خاطر ساخت یک وبسایت ما میتونیم در این بخش اضافه کنیم. البته یادمون نره تگ هایی را که مثلا ما توسط CSS اگر بخوایم که فایل ها را
فایل های CSS ما رو در داخل تگ ها کار کنیم. البته ما میتونیم در داخل هد باز کار کنیم. پس با این بخش ما میایم تگ های CSS رو ما میتونیم که در بخش از اینکه مثلا از تایتل بیرون شدیم ما میتونیم اینجا یک تگ رو به نام چیکار کنیم، مثلا تگ رو به نام تگ استایل ما نامگذاریش میکنیم و تگ استایل رو دوباره چیکار میکنیم، بسته میسازیم. برش میگیم که تگ استایل ما دوباره پس بسته شود. تگ استایل ما رو ببینید. خب اگر ما بیایم نمیجا ایرا بکسلش نداریم، بکسلش اضافه میکنم. ما در داخل نظمی تگ استایل هر چیز را خواسته باشیم به خاطر تعریف رنگ ها و یا یک کارکردهای CSS ما میتونیم در بخش اضافه کنم. پس بالای زیاد نمیچرخیم، با زیر دانه دانه براتون توضیح میدم که چیکار میشه. پس چیکار میکنیم، میایم بالای بادی. پس چیکار میکنیم، ما در این بخش یک بخش دیگر رو گفتم داریم به نام چی، به نام بادی. پس ما تگ رو به نام بادی داریم و تگ بادی رو بسته میسازیم. تگ بادی رو دوباره قرار است بادی رو بسته بسازیم و همچنانی بسته. خب در داخل تگ بادی اگر ما بیایم یک بخش را به نام اولین بخش ما که است، اولین چیزی که ما میخوایم که کار کنیم تگ H1 است. تگ H1 الا H8 ما چند دانه تگ داریم، تگای H1 الا H6 دوباره داریم. پس ما میایم این رو بسته میسازیم. میخوایم که بستهش بسازیم که H1 رو من پرس کنم دوباره، پس چیکار میشه، بر ما بسته میشه. مثلا ما چیکار میکنم به دیجا، ما به دیجا میگم که ویلکام را پرس کنترل اس میگیرم. ببینید برای من میگه خب میخوای که پرس ایره سیو کنیم، میگم بله. ایره اگر ما بخوایم که ایره بگیرم سیوش کنم کنترل اس هم اگر بگیرم هیچ کدوم چیزی برای من چی نمیشه، هیچ جای سیو نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما تاول هیچ جای این سفر تاول سیو نکنیم. به خاطر سیو کردن ازی پس من چیکار میکنم، من میایم اینجا یه چی کار میکنم، سیوس میزنم. سیوس به خاطر از اینکه من بخوایم که این سفر رو داشته باشم، پس میایم نام زیرم قرار است که من به خاطر از امون میایم تبدیلش میکنم. این میگم فایل من نامش پاک شود، پس چیکار میکنم، برش میگم که افار باشه از این. پس این به خاطر از این من میایم مستقیما نویت فایل رو انتخاب میکنم. نویت فایل رو از جا به شکل فایل HTML انتخاب میکنم. HTML کجاست؟ هایپرتکست مارکاپ لنگویج فایل است. ببینید اینجا برای این سیو میگم. خب این برش میگم سیو باشه و همچنین در این بخش بریم باید داشته باشیم دیگه. چرا کم نامه؟ خب من فهمیدم. این به خاطر از این نمیایم. خب دوستا ببینین، به خاطر از این که ما اگر این رو بیایم ما باید این صفحه توسط نوتپد پلاس پلاس باز کنم. خوب ببینین ما تا حالا صفحه رو نداشتم. ما این صفحه رو که دیگه جور کردم پیشتر، اگر متوجه شده باشین پیشتر که من در داخل از این آمدم و یک بخش رو توسط در بخش نیو فولدر این صفحه رو باز کردم. اگر ما بیایم در اینجا عمود تگ H1 رو ببینین، اگر ما بگم H1 و انترش کنم در داخل از این بگم که ویلکام را برای ما یک ببینید یک چیز را میگم. من در بخش از این که من همین چیزایی که نوشته میکنم مستقیما سیو میشه بدون از کنترل اس را بگیرم دیگه سیو شده. وقتی که من برم در این بخش در براوزرم، وقتی که در براوزر برم من بر من نشانش میده. در براوزر چه نشان نداد؟ خب در فولدر است. اینجا بیایم پس ببینیم ویلکام اضافه شد. به خاطر چی اینجا اضافه میشه؟ ببین وقتی که ما اومدم در این بخش در توسط ورچوال استودیو کد وقتی ما ویلکام را نوشته کردم، ما یک کپی دیگه کنم کنترل سی بگیرم شه و ما بیایم در این بخش یک کنترل ویش کنم، یک کنترل اس بگیرم. با وجود که من کنترل اس بگیرم نگیرم این مستقیما خودش برای ما چیکار میکنه، این سیوش میکنه. اگر ما بیایم یک F5 کنم ببینید یک ویلکام دیگه اضافه شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من قرار است تمام تگای ما اینجا نوشته کنم. من وقتی که من این کارکرد را انجام دادم من پس مجبور مکلف به این هستم که من و اگر فایل را ما میخوایم که در ورچوال در چرام داره این نوتپد پلاس پلاس کار کنم، باید من برم این فایل را توسط ام فایل را که میخوایم کار کنم توسط نوتپد پلاس پلاس باز کنم. یعنی این فایل را که ما آماده کردیم باید توسط نوتپد پلاس پلاس باز کنیم. اینجا میایم توسط نوتپد پلاس پلاس باز میکنم. ببینید تمام فایلایش با دیفالت مدوجم داشتم توسط ورچوال استودیو کد و دیجم تمام از اینا نوشته شده. خیلی خوب متوجه باشین. پس ما میتونیم این بخش را داشته باشیم. ما از تگای H1 به خاطر چی به درد میخوره؟ خب دوستا من براتون تشریح میکنم. تگای H1 به خاطر عنوانهای پاراگراف های ما استفاده میشه بیشتر. به خاطر از این ما میتونیم از این استفاده کنیم. خیلی
خوب متوجه باشین. قرار است به خاطر از که ما اگر بخوایم، ما گفتم که از H1 الی H8 داریم، پس به خاطر از ما میایم اینجا چیکار میکنم، H1 را میگم H2 باشه و اینجا میایم مستقیما این پاک میسازم برش H2 میسازم شه. این کار کرد انجام میتونم، یک کنترل اس ازش میگیرم. وقتی که کار انجام دادم دیگه مجبور هستم که ما اینجا بیایم تمام اینا رو کنترل اس بگیرم. فرق بین H1 و H2 است که H1 ما بزرگتر است و H2 ما کوچکتر. ای H1 مستک و ای هم H2 مستک. پس خوب متوجه باشین قرار است که چی کنیم توسط از این ما داشته باشیم. پس اگر ما برم اینجا چیکار کنم در این بخش ما توسط از این، اگر ما می دو تا را یک کنترل سی بگیرم مستقیما بیایم بگم کنترل وی و کنترل وی، وقتی که اینا رو من انجام دادم یک چی میکنم شه، پس این رو میایم مستقیما بر از این میگم که H3 باشه. خب ما اینا رو تبدیل کنم به 4 و همچنان بیایم در این بخش این 4 باشه پایین ترش، یا H5 باشه و یا H6 باشه. شما فرق بین از اینا رو خوب متوجه باشید. H6 H5 H4 H3 خب گیر برش بگویم که H3 H3 4 H5 یک کنترل اس ازش میگیرم میرم مستقیما دیگه یک F5 میکنم. ببینید فرق بین H1 تا H6 را شما خوبتر میبینید دیگه. پس H1 است، H2 است، H3 است، H4 است، H5 است و یا H6. خب امید که شما دی بخش فهمیده باشین. خب این تگ های H1 و H2 ما بود. دیگه بخش ما چی داریم؟ تگ بخش پاراگراف را داریم. ما یک بخش دیگر به نام تگ پی داریم. تگ پی ما قرار است که چیکار کردن را انجام بده. در داخل از یک وقتی که ما نوشته کنیم تگ های پاراگراف رو ما مستقیما در این بخش نوشته میکنیم. برای ازی اگر بیایم اینجا برای ازی بگیم که لورم ببینیم کار میکنه خیر نمیکنه. پس یک کار میکنیم که ما میخوایم که مثلا یک متن اگر ما داشته باشیم به خاطر از اینکه تمام متنای ما با عنوان فرقشان ای باشه که مثلا در اینجا ما عنوانای ما بولت است و در اینجا بولتی نباشه، پس به مون خاطر ما میخوایم که یک چیز را اگر ما بخوایم در اینجا نوشته کنیم پس چیکار باشه؟ ما میخوایم که فرق بین از اینو باشه. مثلا بگویم که welcome in this یک F5 کنه. ببینید شما میبینید دوستا که اینجا اینا بولت هستن و اینا هم چی هستن؟ بولت نیستک. یعنی فرق بین تگای H1 و H6 دیگه خوبتر براتون معلوم خواهد شد. H1 فرق بین از اینا چی هستک؟ ما بیشتر از تگای H1 الا H3 زیادتر استفاده میشه. H3 H4 H5 و H6 بیشترین استفاده را در بخش وبسایت داره. H2 و H1 خیلی کم مورد چیکار میشه استفاده میشه. اما در داخل از این خوب یادتان باشه اگر شما خواسته باشین که چیکار کنید، مثلا شما میخواین که امی متن را که شما نوشته کردین بیشتر از این کوچک باشه، پس چیکار میکنیم؟ بیاین یک تگ را داریم ما به نام تگ چی؟ به نام تگ اسمال را داریم. ما در داخل از این تگ اسمال را چیکار میکنیم؟ بسته میسازیم. ما میایم امی تگ اسمال را دیگه پس چیکار میکنم؟ بستهش میسازم. پس میایم در این بخش چیکار میکنم؟ میگم یکی بسته شوه به نام اسکم بزنم. برای من چیکار میکنم؟ مستقیما برای من میگه که ما تگ اسمال را کار داریم. پس ما تگ اسمال را چیکار میکنم؟ یک کنترل اس ازش میگیرم میرم مستقیما در این بخش یک F5 کنم. شما متوجه میشین خوب که چی فرق آمده بین از اینا. ببینید این دس کلاس و با ای ویلکم این چی هست فرق داره. پس ما توسط تگ اسمال چیکار میتونیم؟ دیگه میتونیم که متنای ما را کوچک و کوچکتر بسازیم. خب دیگه چی داریم؟ مثلا ببینید دوستا ما این کار کرده انجام دادم. اگر من این بخش چیکار کنم؟ همین بخش که من آماده کردم تگ اسمال را دوباره پس پاکش میسازم. من نمیخوایم که باشه ای. پس چیکار میکنم؟ اگر این متن را که ما آماده کردیم ببینید یک کنترل سی میگیرم، کنترل وی میکنم، کنترل وی کنترل چند دانه باشه، کنترل اسش میکنم مستقیما میرم یک F5 میکنم این بخش باشه. اما یک چیز دیگر رو میخوایم.
من میگم خب من میخوام که وقتی که از این بخش تا این بخش که آمدم، از این بخش چی باشه؟ یک خط پوینتر باشه، یعنی امردی با این خط نباشه، یعنی تمامشون در یک خط نباشن. این تا اینجا که آمد از این بخش، مثلا از این بخش پوینتر چی باشه؟ یک خط پوینتر باشه. خب اگر شما فکر کنید که من توسط فاصله و توسط انتر ما میتونم که فاصله رو به وجود بیاریم یا کنترل اس کنم، این فاصله اصلا به وجود نمیاد. شما باید تگ نوشته کنید که تغییرات باید بیاید. پس شما کدام تگ را باید نوشته کنید که فاصله را بتونید بین دو خط ایجاد کنین. ما تگای را هر چقدر فاصله، هر چقدر تپ، هر چقدر چی نام داشته تپ، هر چقدر اضافه کنم و کنترل اس کنم، هیچ تاثیر نخواهد داشت، فقط خط ما با یک منزل روان است. پس ما به خاطر از اینکه بتونیم که این فاصله ها را به وجود بیاریم، پس چیکار میشه؟ پس ما میتونیم که توسط از اینکه ما این فاصله ها را به وجود بیاریم، ما باید از اینکه خط به خط اینا را پایین بندازیم. پس توسط یک تگ را داریم به نام سینگل تگ است. تگ ما به نام چی است؟ ما سینگل تگ را به نام بیار داریم. پس چی داریم؟ به نام بیار داریم. این تگ بیار تنها وقتی که باز میشه، وقتی که نوشته شد پس بسته میشه دیگه. قرار نیست که ما جوری از رو داشته باشیم که قسم مثل تگ H6 و H1 و H2 بیایم در این طرف شیر بسته بسازیم. نه خیر، این فقط یک همی تگ بیاره داریم. یک کنترل اسش میکنم میرم مستقیما دیگه. ببینید یک خط پوینتر انداخته. اگر ما مستقیما برو میره، بازم چیکار کنم؟ همین تگ بیار ما چیکار میکنم؟ میام یک کنترل سی میگیرم شه، میام در این بخشم چیکار میکنم؟ یک کنترل وی از این دی میگیرم شه و همچنان در این بخشم میام چیکار میکنم؟ یک کنترل وی از این دی میگیرم شه، کنترل اسش میکنم میرم در این بخش. ببینید 4 خط برام انجام میشه، یعنی 4 خط هر کدامشون یک خط پایین انداخته. پس این کارکرد بیار است. ما تا این بخش داشتیم. امید که کس سوال نداشته باشه و فهمیده باشین از تمام موضوعات را. خب این بیار پاک میکنم، این بیار پاک میکنم. میخوام که همه قسم ادامه بتونم و این بیارم پاک میکنم. خب من این کارکرد انجام دادم. در این بخش میایم ببینید این اگر چی هم کنم در این بخش فرق نمیکنه اگرچه که دیگه پاک کردیم، به خاطر چی که من این کنترل اس نگرفتم. فعلا کنترل اس چی گرفتم میرم در این بخش و اگه پنج میکنم پس یک خط قرار میگیرن. خب من یک تگ دیگه، تگ جدید دیگه را که داریم ما به نام چی است؟ به نام مارک است. خوب متوجه بشین دوستان. مثلا ما در یک جای قرار است که کار را انجام بدم و یا نشانی را انجام بدم در یک بخش. به خاطر از اینکه بیننده بفهمه که از کجا تا کجا این کار کرده است، من این رو مارک میکنم. شما شاید در پوانتون که درس خونده باشین یا در مکاتب که درس میخوان، شاید کتابچه‌های نوتتان توسط توش و قلم‌های مختلف که هست مثل مارکرها، اونا رو توسط از اون شاید خط کشیده باشه که مثلا تا اینجا میاد با انواع اقسام مختلف رنگایی که دارن، یا آبی یا سرخ یا سبز، هر رنگ که باشه. پس این کار کردن ما میتونیم توسط از این مارک کنیم. پس ما اینجا تگ مارک رو داریم. پس تگ چی هست؟ تگ مارک است. تگ مارک رو میزنم و تگ مارک ما رو در بخش چیکار میکنم؟ میایم در بخش تگ مارک ما رو بسته میسازم. پس تگ مارک رو قرار است ما دیگه در این بخش بستهش بسازم. ما برش چیکار میکنم؟ میگم من یک تگ رو دارم به نام تگ مارک، قرار است در این بخش چیکارش بسته بسازم شه و تگ مارک ما بسته شد. یک کنترل اس ازش میگیرم مستقیما یک F5 میکنم، برای شما نشان میده که فعلا اینجا مارک شده ای. یعنی تگ مارک از جایی که من تگ مارک را آغاز کردم تا جایی که بسته ساخته میشه، از همون قسمت چیکار کرد؟ او رو بر ما مارک ساخت، یعنی بر ما نشان داد که تگ مارک است. خب یک تگ دیگر به نام از این مثلا من ویلکم را که اینجا هستک، من این بخش چیکار میکنم؟ مثلا من میگم من نمیخوام که باشه، یک قسم نمیکنه که مثلا این رو دیلیت کنه کلا. برای من به نام تگ دل چی رو دارم؟ من به نام تگ دل دارم یک بخش را. تگ دل را اضافه میکنم، تگ دل را انتر میکنم و تگ دل را قرار است در یک جای بسته بسازم. مثلا تا این بخش ما میخوایم که چیکار باشه؟ تا این بخش من میخوام که تگ دل من رو در این بخش دیگه چیکار کنم؟ بسته بسازم شه. برش مجرد که دل رو پرس کنم برش چیکار میکنم؟ دل رو بسته میسازم. یک کنترل اس میکنم، برای من این دلت نمیسازه از تا اینجا. خوب متوجه باشین چیکارش میکنه؟ برای من این یک خط بالش کش میکنه، میگه که این دلت شده است. یعنی دیگه به درد نمیخوره. یک قیمتی است که مثلا یا چیزی بوده که مثلا اضافه بوده یعنی دلت شده، یعنی به درد دیگه قرار نیست بخوره. پس این کار به خاطر چی زیادتر در کجا استفاده میشه؟ در بخش فروشگاه های زیادتر استفاده میشه. مثلا شما اگر کسانی که زیادتر خرید آنلاین میکنن، اونا شاید زیادتر خوبتر متوجه شون. به خاطر از اینکه مثلا شما خرید است، قرار است که شما یک چیز را
خریداری کنن. پس شما چیکار میکنن؟ میرن مستقیما اونجا خریداری میکنن، میبینن پرایز های مختلف هست. مثلا بوده $49، اما قسم یک خط بالایش کش شده برای شما $30 نشون میده. فعلا چیکار میشه؟ یعنی که از تگ دل استفاده کرد. آمده تگ دل را قیمتش مثلا اینجا برش نشان داده، در داخل تگ دل چیکار کرده؟ او قیمت را که $49 بوده او چیکار کرده؟ در داخل تگ دل قرار داده و همچنین آمده یک قیمت دیگر را در کنار از قرار داده، گفته که $39 یعنی مثلا $30 بیر قرار است که ما بعد بفروشیم. یعنی تخفیفات هست یا مقسم توسط ازی ما میتونیم که اضافه کنیم. خب دیگه قرار است که کارکرد چی را استفاده کنیم. تگ پی گفته شد، تگ تمام از این بخش ها رو براتون گفتم. دیگه تگ آی رو بیایم کار کنیم. ببینید دوستا، اگر ما بیایم در این بخش یک تگ را مارک کنم و آی را پرس کنم و دوباره تگ آی را بسته بسازم و اگر بخوایم که مثلا ما این کارا رو میتونیم تگ آی را کارش که انجام میتونم، خوب متوجه باشین دوستا، ما میتونیم که همین تگ آی را توسط CSS هم انجام بدیم. درست است که ما ان شاء الله در موردی که در CSS برسیم ان شاء الله تمام از اینا را کار خواهیم کرد. پس ببینید وقتی که ما یک ریفرش کنم فعلا شما چی تغییرات رو در این بخش میبینید. اینجا ببینید تگ آی را که من نوشته کردم فقط ایتالیک شد، یعنی خط ما را کجنویس میکنه. ای ویلکم را ببینید، ای ویلکم را ببینید، این کلاس را ببینید، کلاس را ببینید. پس تگ آی تگ است که بر ما خطای ما را ایتالیک میسازه، یعنی کج میسازه. پس با این منظور ما میتونیم که از اینا استفاده کنیم. خب با نظر من که فعلا به تامیت بس است.